سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و همراهان گرامی. در ادامه مباحث آموزش‌های فتوشاپ راحت، سریع و آسان، این جلسه می‌خوایم نحوه کرکره کردن یک عکس رو به شما آموزش بدیم. در پایان کار این عکس تبدیل خواهد شد به این. بریم که مراحل رو از ابتدا قدم به قدم شروع کنیم. اولین کاری که می‌کنیم این است که عکسی که مورد نظرمون هست وارد محیط فتوشاپ میکنیم. روی لایه کلیک میکنیم، روی این قفل کنار لایه میزنیم تا لایه باز بشه و قابلیت ویرایش رو پیدا کنیم. از ابزار رکتنگل تول حالت مربع رو انتخاب میکنیم و شروع میکنیم به کشیدن مربع مستطیل هایی با ابعادی که میبینیم. البته این بستگی داره به نظر شما و میتونید طول و عرض این مربع مستطیل رو کم یا زیاد کنید. فقط نکته‌ای که قابل توجه هست اینه که در نهایت در آخر کار جاهایی از عکس رو خواهیم دید که زیر این مربع ها قرار داشته باشن. یعنی این جاهایی که روی مربع روی عکس است قابل دیدنه و جاهایی مثل اینجا که مربع نداره دیگه حذف میشه از روی عکس. پس اینو مد نظرتون داشته باشید. بعد از اینکه یک رکتانگل کشیدیم با حالت موو میایم و آلت رو میگیریم و شروع میکنیم با درگ کردن کپی از اون مربعمون میکشیم و کنار هم قرار میدیم. جاهایی که میخوایم توی عکس دیده نشه روی زیر مربع نمیاد و جاهایی که قرار هست دیده بشه میبریم زیر مربع ها قرار میدیم. این کار تا آخر عکس ادامه میدیم و همینجور مربع ها رو در حالی که آلت رو نگه داشتیم با موسمون درگ میکنیم و کپی میگیریم از این مربع ها. برای این فواصلی که بین مربع ها میفته دو تا انتخاب دارین شما. یکی این که این فواصل رو دوست داشته باشین با حالت رندوم باشه که خب دیگه همینجور که میکشین دست بهش نمیزنین و ادامه میدین کارا. ولی خواسته باشین این فاصله ها منظم و مساوی با هم دیگه باشه. بعد از اینکه مربع ها رو کشیدین و تا آخر کارتون آوردین بالاترین لایه کلیک میکنین و این اسکرول رو میگیریم میکشیم پایین تا برسیم به لایه بالای عکسمون. شیفت رو نگه میداریم و کلیک میکنیم. همه لایه ها با حالت انتخاب در میان و از قسمت دیستریبیوت اینجا روش کلیک میکنیم و این فاصله ها تنظیم میشن. حالا در همین حالتی که لایه ها انتخاب هستن روشون راست کلیک میکنیم و حالت Convert to Smart Object رو میزنیم. میبینیم که همه لایه هامون به صورت یک لایه در اومد. این لایه اسمارت رو میگیریم میکشیم زیر لایه اصلیمون قرار میدیم. حالا روی لایه اول میایم کلید آلت رو میگیریم و وقتی بین دو تا لایه حالت موسمونی به شکل فلش در اومد یک کلیپینگ ماسک میزنیم و شکلمون به این صورت در میاد. حالا برای اینکه پشت عکسمون هم قشنگتر و بهتر در بیاد روی کریت لیر میزنیم، یک لایه جدید ایجاد میکنیم میکشیمش زیر همه لایه ها قرار میدیم. حالتش رو روی سالید کالر میزنیم و هر رنگ دلخواهی رو که دوست داریم انتخاب میکنیم و اوکی. میبینیم که عکسمون به این صورت به شکل کرکره‌ای در اومد. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتین ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنید تا پست های جدیدمون رو مطلع بشید. خیلی ممنون. تا جلسه بعد، خداحافظ.